با سلام خدمت دوستان عزیز، سنت هستم با قسمت 12 پادکست ها در خدمتون هستم. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب و خوش و سلامت باشه. راستش یه چند وقتی بودش که خیلی تو ذهنم بودش که یه پادکستی رو ضبط بکنم راجع به یه سری رفتار و یک سری ویژگی های مرگبار طرف مقابل که هر وقت توی رابطه دیدین واقعا باید اه، به قول گفتنی عصا دست توی اون رابطه حرکت بکنید. بعد تقریبا همش رو جمع و جور کردم و خواستم که توی پادکست همه رو ضبط بکنم. دیدم که هر کدومش یه دونه قسمت جداگانه میخواد، از بس که ماجرا خیلی عمیقه و خیلی عجیب غریبه. امروز میخوایم یکی از اونا رو بررسی بکنیم که شاید دیدینش شاید ندیدینش. اکثرا توی پسرا هستش تا توی دخترا. حالا همه اینا رو بررسی میکنیم که چرا توی پسرا بیشتر از دختر است. و داستان اینطوریه که شاید شما وقتی که این رفتارا و این ویژگی رو توی طرف مقابل دیدین، اول این حس بهتون القا میشه که به هر حال رفتارشه، ویژگیشه، من باید هر جوری که هست قبولش کنم، نباید تغییرش بدم و یا از این جور صحبت ها. و حتی اگه بهشم بگید، طرف مقابل در جواب بهتون میگه که من همینیم که هستم، اصلا هم حرفات به درد من نمیخوره، تو میخوای رابطت رو تموم بکنی و از این جور صحبت ها. یکی از اون ویژگی های مرگباری که داشتیم راجبش صحبت میکردیم نابالغیه، بلوغ کافی نداشتن توی یک رابطه. حالا این نابالغی چی هست و چجوری ایجاد میشه و چجوری اصلا میشه به قول گفتنی درمونش کرد و راه حلش چیه و بریم که بررسیش بکنیم. اولین چیز که باید بگم این که چرا گفتم که توی پسرها بیشتر از دختر است. علت این ماجرا اینه که به چند تا از چیزهای مختلف توی جامعه برمیگرده. یکی این که اولیش ساده ترین چیز، دخترها توی سن 10 سالگی به بلوغ میرسن و پسرها توی سن 15 سالگی. من کاری به بلوغ زودرس و دیررس و نارس و این چیزا ندارم. معمولا اصل ماجرا اینجوریه، دختر توی 10 سالگی و پسر توی 15 سالگی. و این تفاوت توی سن بلوغ، یعنی تفاوتی که توی سن به بلوغ رسیدن بچه ها هست، باعث میشه که ذهن دختر خیلی بیشتر از ذهن یک پسر رشد بکنه. یعنی مثلا شما یک دختر 20 ساله و یک پسر 20 ساله رو کنار هم بذاری، گاهن توی اکثر مواقع پتانسیل ذهنی یک دختر از پسر بیشتره معمولاً. این اولین دلیلش. دلیل دومش میتونه برگرده به محیط جامعه ما که یک محیط تقریباً خشک مرد سالاره. یعنی به این صورت که آنچنان به نیازهای مرد اونطور که باید و شاید جواب داده نمیشه. و حالا کاری به این که به نیازهای زن جواب داده میشه یا نمیشه ندارم، ولی در کل جامعه ما، یعنی فرهنگ ایرانی جماعت از قدیم الایام یک جامعه مرد سالار خشک بوده. به این صورت که همه فکر میکنن که حرف مردها برو داره به قول گفتنی، ولی اصلا اگه واقعا دقیق بخوای نگاه بکنی حتی مردها هم به اون چیزایی که میخوان نمیرسن. دلیل واسه این حرفم اینه که نگاه کنید مردایی که توی سن 40 سالگی هنوز خیلی از عقده‌های کودکیشون مونده و یا حتی عقده‌های جوونیشون، خب چجوری جامعه مرد سالاره وقتی اینا هنوز نتونستن خیلی از چیزها رو تجربه بکنن. حالا این مورد آنچنان شاید مورد قوی نباشه که ما بخوایم بهش تکیه بکنیم، ولی در کل فرهنگ ما در قبال پسرها اینجوریه که بذاریم خودش بزرگ شه، خودش پیدا بکنه راه و روش و اینا.
یا انقدر بهش محبت میکنن که اصلا متوجه نمیشه، یا اینجوری ولش میکنن در پناه خدا که خودشو پیدا بکنه. و علت دیگهش میتونه این باشه که خب باز هم توی فرهنگ ما اینجا افتاده که همیشه پسر باید به دنبال دختر بره و اصلا دختر نباید به دنبال پسر بره، و اساس تشکیل رابطه اینه که پسر پیش قدم بشه و اصلا نباید دختر همچین کاری بکنه، و اگه دختری همچین کاری بکنه به شدت کار زشتی رو انجام داده و اصلا دختر نباید در قدم اول ابراز علاقه بکنه و پسر همیشه باید به دنبال رابطه باشه. و خب همچین چیزی توی اکثر مواقع باعث میشه که پسر همیشه توی مسیر رسیدن به یک آدمی باشه که حالا شاید برسه شاید نرسه، ولی در طرف مقابل دختری وجود داره که برای اینکه بخواد وارد رابطه بشه احتمالاً تو اکثر مواقع 2-3 تا گزینه روی میز داره. و خب این نتیجهش میشه این که پسر برای اینکه بخواد به نیازهاش جواب بده باید خیلی تلاش بکنه، ولی در طرف مقابل دختر شاید اصلا تلاشی نکنه، میتونه هر نیازشو با یه پسر تجربه بکنه و خب به هر حال مشکلاتی هم ایجاد میشه. تمام این دلایل و حالا یک سری مشکلات دیگه میتونه باعث بشه که یک فرد به بلوغ نرسه. حالا این فرد غالبا طبق نتیجه گیریایی که کردیم پسره. حالا نشونه های یک فرد که بلوغ نداره قبل از اینکه یک رابطه شروع بشه، چجوری ما بفهمیم که یک فرد بلوغ نداره؟ نابالغه. و باز هم میگم که این بلوغ داشتن یا نداشتن ربطی به سن و سال نداره. گاهن یک مرد 80 ساله هم حتی بلوغ نداره، یا حتی یک پیرزن 100 ساله. هیچ ربطی به سن و تجربیات نداره. یه چیز ویژگیه که یا یکی تو خودش ایجاد میکنه یا یکی تو خودش داره. به هر حال اینجوریه ماجراش. وقتی که توی قدم‌های اول آشنایی قبل رابطه شما میتونید اینو ببینید که طرف مقابل خیلی زود به شما وابسته میشه و اصلاً بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته بین شما دو نفر، اتفاق خاصی بیفته یا هر اتفاقی که منجر به تشکیل یک حس پایدار، فکر کنم این قشنگترین جملشه، هیچ اتفاقی که منجر به همچین چیزی نشه و پسر یهو ابراز علاقه میکنه و خیلی پیگیر شماست و به قول گفتنی همش پیام میده، همش زنگ میزنه و خیلی از احساساتی میگه که وجود خارجی شاید نداشته باشه. مثلا چجوری پسری که شما رو ندیده میتونه بگه که من به شما علاقه دارم، و یا اینکه پسری که شما رو تا حالا ندیده یا مثلا شاید خاطره‌ای با شما نداره چجوری میتونه نگران شما بشه. همچین چیزی خب همه میدونن که اصلا درست نیست و نشونه ضعفه. حالا این ضعف اسمش نابالغیه. قبل از اینکه بخوام صحبت رو ادامه بدم اینم اشاره بکنم که این اتفاقا توی دختر هم میتونه اتفاق بیفته، همیشه پسر نیست. ولی خب اکثر مواقع توی پسر همچین چیزی دیده میشه، ولی خب باز هم میگم که دخترها هم میتونن همچین چیزی رو داشته باشن و در کل که میخوان خودشونو فدا بکنن قبل از اینکه اتفاقی افتاده باشه، قبل از اینکه رابطه شروع شده باشه. شما میبینید که یک طرف داره خودشو واسه شما به زمین و زمان میکوبه، همش میخواد بهترین چیزا رو در اختیار شما قرار بده بدون اینکه هیچ خاطره مشترکی با شما داشته باشه، بدون اینکه هیچ تجربه مشترکی با شما داشته باشه، بدون اینکه هیچ حس مشترکی با شما داشته باشه. و خب این فدا کردن به دلیل اینه که اون فرد دوست داره که یکی خودشو برای خودش فدا بکنه. یعنی مثلا من یک آدم نابالغم،
دوست دارم که یکی خودشو فدای من بکنه، ولی خب میبینم هیچکی خودشو فدای من نمیکنه. در عوض یک عملی رو انجام میدم که ناخودآگاه خودم رو فدای یکی دیگه میکنم. یعنی شما ببینید این آدمایی که همش سرویس میدن، همش میخوان بگن که ما هستیم، ما خیلی دوستت داریم و خودشون دوست دارن که یکی باهاشون اینجوری رفتار بکنه، ولی خب هیچکی پیدا نمیشه که اینجوری باهاشون رفتار بکنه، به خاطر همین اینجوری رفتار میکنن. و این همچین چیزیه. حالا یه سری وقتا هستش که شما توی مرحله شناخت عمدن یا سهوا نمیتونید که همچین ویژگی رو تو طرف مقابل ببینین، یا دقت نمیکنین، به هر حال متوجهش نمیشین و وارد رابطه میشین و یه تایمی میگذره. نشونه های بلوغ کافی نداشتن توی یک رابطه چیه؟ باز هم با پسر مثال میزنم. اینجوریه که مثلا برای اینکه هر خواسته رو بخواد به دست بیاره، اعم از نیاز عاطفی، نیاز منطقی، نیاز جنسی، هر نیازی، وقتی که با یه مخالفتی روبرو میشه مثل بچه ها پا میکوبه. مثلا بخوایم یه مثالی بزنیم، غالبا توی باز هم فرهنگ ما جا افتاده که مثلا میگن نیاز جنسی نباید تا قبل از ازدواج اصلا بهش پاسخ درست حسابی داده بشه و اصلا نباید سمتش برین، که غالبا حرف دختر است. و خب مثلا در این مواقع یک پسری که بلوغ کافی نداره مثل بچه ها بدون اینکه اصلا جوانه به کارو بسنجه پا میکوبه، به در و دیوار میزنه، داد و بیداد میکنه که تو منو دوست نداری، تو حاضر نیستی واسه رابطت هیچ کاری بکنی و از اینجور حرفایی که اصلا سر و ته نداره و همین جوری تا صبح هم میتونه ادامش بده. یا مثلا برای نیاز عاطفیش مثلا اونجوری که دوست داره بهش محبت نمیشه و اینو درک نمیکنه که هر آدمی به زبون خودش محبت میکنه و همیشه دوست داره که اونجوری که خودش دوست داره بهش محبت بشه، نه اونجوری که بقیه میتونن. من بخوام یه مثال بزنم، این که پدر بزرگ مادر بزرگامون اکثرا پدر بزرگامون اکثرا چون آدمایی هستن که خیلی قدیمتر از ما به دنیا اومدن و رشد کردن و بزرگ شدن، آدمای خشکین، یعنی محبت آنچنانی نمیتونن بکنن اکثرشون. و حتی میبینین محبتاشون گاهن با داد زدنه. خب مثلا ما بگیم که نه تو نباید اینجوری محبت بکنی، تو باید اونجوری که ما دوست داریم محبت بکنی. خب همچین چیزی نمیشه، هر کسی با زبون خودش میتونه محبت بکنه. ولی فرد نابالغ دوست داره که همه اونجوری که خودش میخوان رفتار بکنن و در مقابل این که اصلا کسی باش مخالفت بکنه اصلا توانایی تحمل مخالفت نداره، تحمل انتقاد نداره، همیشه آدم خود رأی، خود ستاه، فقط میخواد بگه که من خوبم من خوبم من خوبم، همه باید به نظر من گوش بدن. و از نشونه های دیگه این که به شدت به یک سری از چیزهایی که نباید وابسته هست. مثلا اتفاقا یه بنده خدایی بودش برای مشاوره اومده بود، دقیقا همچین مشکلی رو داشت، طرف مقابلش پسر بود و این خانوم داشت تعریف میکرد، میگفتش که دوست پسر من با اینکه 23 سالشه و فکر کنم 23-4 سالش بود، آره فکر کنم 23-4 سالش بود، میگفتش که خب خیلی وابستگی زیادی به مادرش داره، با اینکه قاعدتا نباید همچین چیزی باشه و تمامی اتفاقات رابطه ما رو، با اینکه حتی رابطه ما رابطه آنچنان جدی هم نیست، یه رابطه دوست پسر و دوست دختریه که خیلی عادیه و اصلا نه نامزدیم نه زن و شوهریم نه یه چیز دیگه، خیلی ساده است، ولی همه چیز رو به مادرش میگه و همش یعنی دخالت های مادرش رو همش میاره توی رابطه ما و میذاره که مادرش بر هر نحوی که هست دخالت بکنه. و یعنی داشت میپرسید که خب همچین اتفاقی واسه چی میتونه باشه، که منم گفتم خب این به خاطر اینه که این پسر بلوغ کافی رو نداره برای تصمیم گیری ها، برای انتخاب مسیرهای رابطه، به خاطر همین همش داره کمک میگیره و علاقه هم به بالغ شدن و به قول گفتنی مستقل شدن فکری نداره.
من نمیگم که مشاوره گرفتن از خانواده بده، خیلی هم عالیه، به هر حال سنشون بالاتر از اون، گاهن میتونن تجربیات خوبی رو به ما منتقل بکنن. ولی به نظر من آدم باید یکم هم خودش تصمیم گیرنده باشه. پس آدمی که بلوغ کافی نداره، یکی از نشونه های دیگهش اینه که به شدت شاید به یک سری از موضوعاتی که نباید توی سن خودش وابستگی داشته باشه وابستگی داره. و مثلا از نشونه های دیگه که میتونیم بهش ببخشید از نشونه دیگه که میتونیم بهش اشاره بکنیم این که مثلا فرد بالغ سر کوچیکترین چیزها شاید دعوا بکنه، دعوایی که اصلا شاید سر و ته نداشته باشه. یه وقتی از شما برای خواستتون دعوا میکنین، ولی خب یه وقتی هست اصلا هیچ سود و ضرری واسه شما توی اون ماجرا وجود نداره، ولی خب مثلا برای خودتون از کاه کوه میسازین و دعوا میکنین. خب همچین چیزی نشونه اینه که اون طرف هنوز به این فکر نیفتاده که بعضی وقتا باید آدم گوش بده به جای اینکه حرف بزنه. و کلا آدمایی که بلوغ کافی ندارن مثل بچه هان، مثل بچه 5 سالن. بیشتر از اینکه گوش بدن فقط دوست دارن حرف بزنن، بیشتر از اینکه بشینن دوست دارن فعالیت داشته باشن، بیشتر از اون چیزی که فکر بکنن دوست دارن انجام بدن. مثلا همینه که اکثر کاراشون بدون فکره. و حالا راه حل این افراد چیه وقتی که ما باهاشون وارد رابطه شدیم؟ یعنی کل این حرفا رو زدیم که به اینجا برسیم. راه حل مشخصی واقعا واسش وجود نداره، یعنی چیزی که به شخصه بخوام بگم که راه 100% تضمینی وجود نداره. ولی خب گاهن راههای مختلفی رو من میبینم که یه سری انجام میدن، بعضی وقتا نتیجه میده بعضی وقتا نتیجه نمیده. بیشترین راهی که دیدم نتیجه داده راهیه که خب شما یه فعالیتی رو شروع میکنی، به قول گفتنی یه پروژه‌ای رو شروع میکنی که این طرف عقلش به قول گفتنی سر جاش بیاد، به اون بلوغ برسه. حالا این راه چجوریه؟ شما باید مثل یک پدر مادر که بچه‌شون رو بزرگ میکنن شروع بکنین به بزرگ کردن بچه. یه مثال خیلی ساده میزنم، این که خب وقتی بچه مثلا به شما میگه که من این لباسو میخوام، شاید شما واسش نخرین. اگه بزنین تو سرش بگین که واسط نمیخرم، خب تاثیر بدی تو روحیه بچه میذاره. اگه هم واسش بخرین، خب به خواستش تن دادین و خب این باعث به قول گفتنی بزرگتر شدن این مشکل میشه. شما باید یه حد وسطی رو اجرا بکنین که به قول گفتنی نه سیخ بسوزه نه کباب. و خب این راه رو انقدر ادامه بدین که اون بچه بشه به اندازه یک آدم مثلا 20 ساله، بشه به اندازه یه آدم 25 ساله، برسه به اندازه سن خودش. و اون موقع تازه شما میتونین که رابطه واقعی با اون آدم تجربه بکنین. که من هم اصلا همچین چیزی رو توصیه نمی کنم و من همیشه میگم که عمر آدم از همه چیز با ارزش داره و آدم باید به هر حال به سمت زندگی خودش بره و به نظر من اصلا دلیلی نداره که آدم بخواد عمرشو صرف همچین کارهایی بکنه. خلاصه که مواظب همچین رفتارهایی باشین. اینجور رفتارهایی نیستن که شما بگین به خودش مربوطه. این رفتارها دقیقاً به اولین کسی که مربوطه خود شمایین، چون به خودش هیچ ضربه‌ای نمیزنه، در درجه اول به شما ضربه میزنه. و مواظب رابطه با همچین آدمایی باشین و تا اونجایی که میتونین سعی بکنین که روابط سمی شروع نکنین. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون خوب و خوش و سلامت باشه. خدا نگهدار.